6 می 2009 شاهد یه علامت سوال تاریخی توی دنیای فوتبال بودیم. یک سال قبل منچستر یونایتد تونست توی فینال تمام انگلیسی آبیای لندن رو شکست بده و قهرمان لیگ قهرمانان بشه. و توی دومین سال متوالی هم با شکست آرسنال باید توی فینال به مصاف برنده بازی چلسی و بارسلونا میرفت. از این سمت بازی رفت چلسی بارسا توی نیوکمپ 0-0 مساوی شده بود و همه چی برای آبی‌ها فراهم بود تا با یه برد داخل خونه به فینال برن و بار دیگه با حریف دیرینه‌شون سر قهرمانی رقابت کنن. هنوز 10 دقیقه از بازی نگذشته بود که شلیک وحشتناک مایکل اسین چلسی‌ها رو توی خونه یک گل جلو انداخت. اما اونا هنوز نمیدونستن چه سرنوشتی در انتظارشونه. دقیقه 24 دنی آلوز مهاجم حریف و داخل محوطه جریمه زمین زد، ولی داور اعتقاد داشت خطا بیرون 18 اتفاق افتاده. چلسی آتش گلزنی داشت و بارسلونای جذاب پرت نمیتونه حریفش بشه. 2 دقیقه بعد دروگبا میرفت که با والدز تک به تک بشه. آبیدال اول با کشیدن لباسش و بعد با پا دیدیه رو زمین زد، ولی داور ادامه بازی رو اعلام کرد و باعث تعجب و اعتراض دروگبا شد. Took over. This is Messi. Safely handled by Chi. Here is Iniesta. For a free kick there, which is one out of the singles challenge. An equaliser would put them back in the box seat in the contest. Xavi plays it to Iniesta. It's back to Alves. It was over at Alves in the end. It's left out. And it's Anelka. And he slipped it wide to Didier Drogba. Denied by Valdez. Lampard strikes it. What an opportunity. چلسی دست بردار نبود. دقیقه 56 با پاس دیدنی لمپارد دروگبا بار دیگه تک به تک شد و این بار با تکل یحیی توره به زمین افتاد و داوری که همچنان اعتقادی به پنالتی گرفتن نداشت. دروگبا عصبی شده بود و به نظر می رسید کنترل بازی از دست داور نروژی تام هنینگ اووربو در رفته. دقیقه 65 اتفاق عجیب دیگه‌ای توی بازی افتاد که بارسایی‌ها هنوزم برای تبرئه کردن تیمشون از این صحنه استفاده می‌کنن. آنلکا پشت محوطه بارسلونا زمین خورد و آبیدال اخراج شد، اونم بدون اینکه هیچ برخوردی با هم دیگه داشته باشن. اون زمان هنوز قانون گل زده تو خونه حریف وجود داشت و بارسایی‌ها امید داشتن هر جور شده یه گل به پیتر چک بزنن و به فینال برسن. دقیقه 82 اتفاقی افتاد که چلسی ها مطمئن شدن این داور نروژی قرار نیست براشون پنالتی بگیره. توپ واضحاً به دست پیکه برخورد کرد و تنها کسی که این صحنه رو ندید داور بازی بود. 6 دقیقه وقت اضافه اعلام شد و چلسی داشت با تمام اتفاقات این بازی راهی فینال میشد. اما دقیقه 93 اینیستا اولین شوت به دروازه تیمش تو این بازی رو گل کرد و تو یک لحظه هیاهوی شدید ورزشگاه تبدیل به سکوت محض شد. کورنر دقیقه 96 و آخرین شانس آبی‌ها. با ارسال لمپارد و بلوکه شدن توپ، بالاک ضربه والی محکمی رو راهی دروازه کاتالان‌ها می‌کرد که همه حتی از باب تلویزیون هم شاهد برخورد توپ به دست باز اتو بودن. داورم نزدیکترین فرد به صحنه بود، ولی بازم اعلام پنالتی نکرد. بالاک سر داور فریاد می‌زد و همینطور که سعی می‌کرد لمسش نکنه پشت سرش می‌دوید. بازی تموم شد.
بازیکن‌های بارسلونا به فینال می‌رفتن و بازیکن‌های چلسی به سمت داور بازی. دروگبا رو به دوربین کرد و 3 بار پشت هم گفت این شرم‌آوره. تئوری‌های مختلفی راجع به اون بازی وجود داره. خیلی‌ها میگن به خاطر تکرار نشدن فینال تمام انگلیسی این اتفاق افتاد، چون سمت دیگه نیمه نهایی آرسنال و منچستر بودن و تنها تیم غیر انگلیسی بین 4 تیم برتر بارسلونا بود. خیلی‌ها میگن برای جذاب شدن رقابت کریس و مسی توی فینال این اتفاق افتاد. اوفربو که بعد از قضاوت فاجعه بارش دیگه هیچ وقت احترام گذشته رو پیدا نکرد، تصمیم گرفت داوری رو کنار بذاره و روانشناس بشه. چلسی و دروگبا 3 سال بعد دوباره توی نیمه نهایی UCL انتقام سختی از آبیانالی‌ها گرفتن و برای اولین بار قهرمان این رقابت‌ها شدن. اما بلایی که اوفربو سر اونها آورد هنوز به شکل علامت سوال بزرگی توی دنیای فوتبال دیده میشه.